هڅې پیل د جوړېدو دا وطن درغېدو بیا آباد بکړي هیواد مټین غشتې دی بچو بیا آباد بکړي هیواد. پروژه ساخت کوچه‌ها در گذر 41 و 47 ناحیه 13 که چندی قبل از سوی شاروالی کابل با همکاری دفتر پروژوی سازمان ملل متحد یونپس آغاز شده بود در حال تکمیل شدن است. این کوچه‌ها به طول مجموعه 880 متر با عرض 4 متر شامل ساخت آبروهای آن بوده که با ساخت آن مشکلات موجود گل و لای و گرد و خاک برطرف خواهد شد. شاروالی پروژه ده یونپس تمویلوی او دونر بانک جهانی ده. انو طول چه ده پروژه 880 متر طول ده او په عرض باندې 4 متر عرض دی د سړک او دواړو خواو ته جوچې لري چې د جوچې سره تقریبا 15 متر پوره کیږي. ساخت کوچه‌های پخته رفاه و آسایش شهری را فراهم می‌کند، از جمله برای یافتن سهولت‌های اجتماعی و محیط سالم شهری از اهمیت خاصی برخوردار است. گذر مردم از این تردد عبور مرور دارن، حدوداً روزانه خیلی وسایط از اینجا عبور مرور میکنه و قبلا اینجا خامه بودن، خیلی مردم ها با مشکلات زیادی مواجه بودن. فی الحال مفیدیت زیادی برای مردم و سهولت ایجاد شدن. تشکر میکنم از شاروالی کابل، از شرکت محترم کریستال که مسئولیت به عهده داشتن، از دونر محترم که شرکت مؤسسه یونپس بودن. تشکر میکنم. سرکای ما پخته شده، خیلی خوشحال هستیم. دیگه از شاروالی خیلی خوش هستیم از شاروالی. قبلا این کوچه خیلی خراب بود، دیگه آب سیل میماد، از وسط کوچه لای بود، دیگه بود، بسیار مشکلات زیاد بود بخش مردم. فعلا ما از این پروژه خیلی خوش هستیم، خیلی سهولت بخش مردم ایجاد کرده. از شاروالی و از امارات اسلامی خیلی تشکر از او که غر شایستایی هر ډګر کاړي بوټي کیمیا سپیره خاوره سره زر